درود خدمت شما دوستان عزیز. امروز چهارشنبه 7 خرداد 1404 من شریعتی هستم از مجموعه ایبا و تالس با گزارش بازار در خدمت شما دوستان هستم. وضعیت کلی بازار امروز: شاخص کل 4857 واحد منفی به ارتفاع 3,129,000 واحد رسید. ارزش معاملات بازار 12.5 همت و ارزش معاملات بازار اختیار 383 میلیارد تومان بود. امروز سررسید قراردادهای خودرو رو داشتیم که تقریبا مهمترین سررسید برای امروز بوده. همینطور سررسید قراردادهای فملی رو داشتیم. وضعیت نمادها: تعداد 4 تا از نمادهای پایه صف خرید بودند. بقیه نمادها در محدوده مثبت تا منفی و بیشتر با رنج‌های منفی معاملاتشون به پایان رسید. بیشترین ارزش معاملات رو در نماد بانک ملت، صندوق موج، صندوق اهرم و نماد خودرو داشتیم. در مجموع امروز 390 میلیارد ورود پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهام رو داشتیم. 540 میلیارد ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های طلا با مثبت‌های کوچیک حدود صفر تابلو معاملاتشون در حال ادامه هستش. اما مروری کنیم به گزارش روز چهارشنبه 31 اردیبهشت 1404 که اشاره کوتاهی به جابجا کردن یا رول کردن قراردادها داشتیم. یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم. با اینکه توی ژورنالمون هیچ کاورت کالی برای خودرو نداریم، ولی نهایتاً برنامه من برای ادامه معاملات خودرو اینه که سهم خودرو رو از طریق موقعیت هایی که ایجاد کردم بخرم، اگرچه توی پورتفوی من مقدار قابل توجهی سهم خودرو هم دارم. بنابراین موقعیت های زخود 30.99 میتونه فرصت های خوبی برای آفست باشن، حدود 8 ریال 7 ریال. و از اون طرف با انتشار سررسیدهای برج 4 به بعد، برج 4 5 6 و 7 رو داریم، میتونیم کاورت کال های خیلی خوب رو روی خودرو شناسایی کنیم و از الان 1 هفته مونده به سررسید کم کم موقعیت هامون رو رول کنیم. برای سررسیدهای برج های بعدی نحوه انتخابش هم میایم توی قسمت استراتژی کاورت کال، اختصاصاً برای نماد خودرو موقعیت ها رو فعال میکنیم و سورت رو میتونیم هم بر اساس مقدار YTM بذاریم که زخود 40.51 اعمال 70 تومن روی تابلو با پرمیوم 33 که از نظر نسبت برگشت سرمایه 54 خیلی جذاب نیست، اگرچه YTM خیلی خوبی داره، ولی موقعیتی که من مد نظر داشتم زخود 40.50 بودش که YTM 177 داره، پرمیوم حدود 63 و 64. من فروش های اولیه‌مو انجام دادم، بازدهیش حدود 88% هست. استراتژی خوب و کم ریسک هست. حالا بستگی داره که تا برج 4 که تا سررسیدش 35 روز دیگه مونده چه اتفاقاتی بیفته، ولی میتونه با این بازده باز هم استراتژی خوبی باشه. خب با توجه به آن چیزی که در معاملات روز چهارشنبه هفته قبل برای رول کردن قراردادهای خودرو داشتیم، امروز خروجی فیلتر باترفلای رو هم بررسی کردیم و در خروجی فیلتر اگر بر اساس مقدار سرمایه درگیر موقعیت هامون رو سورت می کردیم، وضعیتی که داشتیم برای زخود 40 49 40 50 و 40 51 هستش، یعنی اعمال های 50 60 و 70 خودرو که موقعیت اول اعمال 50 خرید میشه، 2 برابر موقعیت دوم فروخته میشه و موقعیت سوم هم خریده میشه. 2 تا موقعیت خریدمون با تعریف استراتژی در سامانه یا اومکس وثیقه میشند برای موقعیت فروشمون. و نهایتاً
تمام پرمیم فروشمون آزاد میشه. توی این استراتژی با اعدادی که در حال حاضر روی تابلو هستن، یعنی فروشمون رو با 35 ریال اگر انجام بدیم، نهایتاً 2600 باید سرمایه درگیر کنیم. اما با توجه به اینکه در معاملات هفته گذشته ما رول کردیم کاورت کال های برج 3 رو به برج 4 و تقریباً با پرمیم میانگین بین 65 تا 63 فروش ها رو انجام دادیم، نهایتاً ما پایه فروش رو اینجا داریم. میتونیم پایه فروشمون رو ببریم توی استراتژی باترفلای و موقعیت های کاورت کال برج 4 مون رو آزاد کنیم و منتقل کنیم به برج 5. در این صورت نقدینگی نسبتاً قابل توجهی میتونه برای امروز که تصفیه برج 3 رو هم داریم اینجا تامین کنیم. در واقع این جابجایی ها برای تامین نقدینگی هستش که برج 3 رو بتونیم وارد فرایند اعمال بشیم اگر موقعیتی برای برج 3 داریم. خب تک به تک استراتژیمون رو بررسی میکنیم. در واقع ایده اولیه استراتژیمون از خروجی جذابی که استراتژی لانگ کال باترفلای بود برای ما استارت خورد. پس خود استراتژی رو با هم بررسی میکنیم. 2 تا موقعیت خرید با اعمال‌های 50 و 70 داریم و 2 تا فروش هم روی اعمال 60 داریم. موقعیت‌های خریدمون با تعریف در سامانه اومکس وثیقه میشن برای موقعیت فروشمون و وضعیت استراتژیمون به این صورت در میاد. اما اگر خاطرتون باشه توی همون ویدیو گفته بودیم که این فروش ها رو قبل از سررسید ما رول کرده بودیم و تقریبا میانگین فروشمون 64 هستش. یعنی با همون وضعیت دست به استراتژی کاورت کالمون نمیزنیم، فروشش رو میذاریم و با 2 تا موقعیت خرید کال پایینتر و بالاتر در یک فرصت مناسب اومدیم موقعیتمون رو جابجا کردیم. حاصل این جابجایی بازدهی بسیار خوبی هست که حتی در ریزش های شدید و در صعود شدید ما میتونیم یک سود ثابت رو در این استراتژی داشته باشیم و اگر قیمت نماد خودرو تا 28 روز آینده حوالی 60 تومن باشه به سقف بازدهی این استراتژی میرسیم و از این جهت میتونه استراتژی بسیار جذاب باشه. از طرفی نماد خودرو رو توی پورتفولیومون داشتیم که الان با اجرای این باترفلای سهم خودرومون آزاد شده و میتونیم به عنوان وثیقه برای فروش قراردادهای برج 5 ازش استفاده کنیم. حالا بریم موقعیت اولیه استراتژی کاورت کالمون رو ببینیم که ما اعمال 40-50 رو برای خود فروش گرفته بودیم هفته گذشته. پرمیمی که داشتیم 64 میانگینش بوده، اضافه میکنیم و به صورت کاورت کال در بیاریم. موقعیت فروشمون وثیقه میشه و تقریبا هفته گذشته قیمت سهم خودرو حدود 60 تومن بوده که این استراتژی رو اجرا کردیم. در حال حاضر حدود 4 تومن از سود استراتژیمون رو اگر قیمت سهم خودرو همین حدود 57 تومن باقی بمونه که در لحظاتی حتی حوالی 57 بود، در واقع برای ما توی قیمت 57 مقدار سودمون رو در استراتژی باترفلای که حدود 3.2 هست، اینجا هم در حدود قیمت 57 تومن همون 3.2 رو برای خودمون تثبیتش کردیم که دیگه پایین تر از این قیمت یا بالاتر ما سود استراتژیمون رو تا اینجا گرفتیم، تا همین حدودای قیمت 57 دریافت کردیم. حالا دارایی پایمون آزاد شده و میخوایم قراردادها رو انتقال بدیم به سررسید برج 5. میتونیم همینجا سررسید برج 5 رو اینجا رو غیر فعال کنیم و قرارداد 50-40 رو
برای پوزیشن فروش و امروز حوالی 64 تا 65 هم میشد این موقعیت رو فروش بگیریم که 2 ماه تا سررسیده زمان داره و موقعیت های فروشمون رو هم میتونیم وثیقه کنیم با دارایی پایه. سقف بازدهی این استراتژی 11.9 هستش، با توجه به اینکه ما دارایی پایه رو تقریبا با قیمت 60 تومن توی پورتفومون داریم. البته در فرصت هایی که امروز در قراردادهای برج 3 هم ایجاد شد میتونستیم از فرصت آربیتراژی استفاده کنیم و سهم خودرو رو با قیمت پایینتر حدود 56 تومن هم توی پورتفومون داشته باشیم که این رو هم چاشنی کردم توی استراتژی و حجم خرید دارایی پایه رو با گرفتن موقعیت روی قراردادهای برج 3 تا حد امکان پایین آوردم. میانگین خریدمون پایین تر از 60 تومن هست، حوالی 58 در اومده و ما میتونیم اینجا قیمت 58 رو وارد کنیم. حتی برای فرصت های آربیتراژی امروز هم اگر نگاهی بندازیم مجدد به خروجی فیلتر هامون، فیلتر آربیتراژ رو بررسی کنیم، در صدر خروجی ها قرارداد زخود 89 بوده که قیمت تمام شده حدود 56 تومن برای ما در میمد. قرارداد 97 انتخاب بهتری بود که من قرارداد 97 رو حوالی 27 ریال و 28 ریال خرید انجام دادم و نهایتاً قیمت تمام شده 557 بوده که توی استراتژی کاورت کالمون کمک میکنه که ما بتونیم میانگین خوبی رو برای دارایی پایه داشته باشیم. از این طرف فروش هامون رو هم برای برج 5 انجام دادیم و یه دونه باترفلای بسیار عالی برای برج 4 مون داریم. یه بار دیگه خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم که این مطالب جنبه آموزشی داره، سیگنال نیستن، میتونه به شما ایده بده روی قراردادها، دارایی‌های دیگه. میتونید این استراتژی ها رو پیاده کنید، موقعیت هاتون رو جابجا کنید، پوزیشن های فری ریسک بگیرید و در صعود و نزول از یک حداقل سودی برخوردار بشید و اگر هم در محدوده مد نظرتون فکر میکنید که قیمت ها در محدوده های قله استراتژی میتونه تا سر رسید باقی بمونه که چه بهتر، سود بسیار فوق العاده ای رو بدون اینکه سرمایه‌ای درگیر کرده باشید به دست میارید و به این صورت میشه در هر شرایطی سودهای خوبی رو کسب کرد. البته درسته ما در سررسید برج 5 تا حدی استراتژیمون میتونه وارد ریسک بشه که حتی من اینجا یه مقدار دلتا هج رو هم انجام دادم و فروش های بیشتری رو اینجا پیاده کردم که به خاطر اینکه خیلی ذهنتون درگیر نشه و اون پیچیدگی ها باعث سردرگمیتون نشه، من بخش های از تمام استراتژی رو اینجا ارائه ندادم و خودتون میتونید با خلاقیت بیشتر این استراتژی و مشابه این رو روی سایر نمادها و قراردادها هم پیاده کنید و به این نکته دقت داشته باشید که ما توی بازار آپشن دستمون بسته نیست. همین که میتونیم پوزیشن های زیادی رو ایجاد کنیم با قراردادهای مختلف، به ما این فرصت رو میده که در این بازار نهایت بازدهی رو ضمن اینکه ریسکمون رو هم پوشش میدیم داشته باشیم.